بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جنجالی، ویدیوی جالب. سلام بچه‌ها چطوری؟ سلام بچه‌ها چطورید؟ امروز براتون یه ویدیو خیلی جالب داریم، همراهمون باشید. قبل از هر چیزی حتما ویدیومون رو لایک کنید. اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. زنگوله بغلش هم بزنید. هفته یک بار پنجشنبه ها براتون ویدیوهای جالب داریم. حالا یا جالب یا طنز، همراهمون باشید. عابد امروز برای شما و برای بچه‌ها خب فکت های جالب آوردم. 9 تا فکت قراره با هم دیگه بشنویم. شما هم تو کامنت ها اگه فکت جالبی یا هر فکت دیگه ای میدونید برامون تو کامنت ها بنویسید و فکت های ما رو هم هر کدوم تا حالا شنیده بودید و برامون تو کامنت ها بنویسید. بریم؟ فکت اول، شاید برعکس باشه، اکسیژن صدای ما رو کلفت میکنه و هلیوم صدای اصلی ما باشه. خب What؟ خب دیگه همین. یه فکت جالبه، یعنی که مثلا شاید هلیوم صدای اصلی ما باشه، اکسیژن صدای فیک ما باشه. شاید هم چیزی باشه. ای باشه که خیلی جالب. چیش خنده داره؟ موقع اینجوری میشه. سلام بچه‌ها. سلام بچه‌ها چطوری؟ یا گایز. فکت بعدی، به طور میانگین هر انسان در طول عمرش 36 بار از کنار یک قاتل رد میشه. چه جالب. تو خیابون داری راه میری، طرف نمیدونی قاتله یا نکه، ولی خب هستی. حالا این برای بعضی این اتفاق میفته. من چون آدم محبوبیم برای من همچین اتفاقی نمیفته. راستی ببخشید من صدام گرفته، من سرمای خیلی بدی خوردم، تازه امروز یکم سرپا شدم دیگه، بابت این صدای داریوشیم ازتون معذرت میخوام. فکت بعدی اینه که میگه اگه مدرسه جای خوابیدن نیست، پس خونه هم جای درس خوندن نیست. آره این قشنگ بود. این باحال بود. این قشنگ بود. حالا یه چیز باحال‌تر، در یونان باستان پرت کردن سیب به سمت کسی معنای اظهار علاقه بود. طرف بزنم شاید مثلا زدیم طرف ضربه مغزی شد، میخوای چیکار کنیم؟ دیگه عاشقش بودی. خیلی عاشقش بود. این من نداریم از اینا. این برگه داشته باشیم طرف روزی 20 ساعت میکنه. همش هم رو دیجگاه. فکت بعدی، هر روز در سراسر دنیا 3 میلیون نفر برای اولین بار با همدیگه قرار میذارن. یه بار دیگه رو بخون. چیکار میکنی؟ هر روز در سراسر دنیا 3 میلیون نفر برای اولین بار با همدیگه قرار عاشقانه میذارن. چیکار میکنی؟ نوزیا بگو چی؟ فکت بعدی اینه که کراش داشتن روی مرد حداقل 4 ماه طول میکشه. اگه بیشتر از 4 ماه باشه یعنی اینکه عاشق اون طرف شده. اینم جالب. آقا این یه دقیقه است. قلبشون دریاست. سریع. کلمه عشق از یک گیاهی گرفته شده. این گیاه مدت طولانی دور جفت خودش میپیچه و در نهایت خفش میکنه. چه عشقیه؟ چه گیاه مزخرفیه؟ چه کاری آخه؟ تمام داستانهای عشق و عاشقی هم واقعا همین جوریه. مثلا لیلی و مجنون خب همدیگه رو که نکشتن که. بالاخره فکر کن مثلا لیلی مجنون فشار بده خفش کنه. مثلا فشار بزنه لیلی اصلا تر بزنه. مسخره است. یه فکتی که خیلی جالب بود، من خودم خیلی من کردم، این بود که سال 1983 سامسونگ قبل از اینکه کمپانی گوشی و اینا را بندازه صادرات میوه و ماهی و اینجور چیزا بوده. میوه و سبزیجات و ماهی. این یهو از شرق رفته غرب. یهو میوه بعد یهو رفته روی سیستم عامل و اینجور چیزا. پس بچه شما یهو مثلا الان مثلا کارگر شرکتی فردا رئیس جمهور شدید تعجب نکنید. چیزی از هیچ کسی بعید نیست واقعا بعید نیست. کوکاکولا روزانه، دقت کنید، روزانه، ماهانه نه،
1 میلیارد از محصولاتش رو به فروش میرساند. یه حساب سرجمی کنیم ماهی چقدر میشه؟ 30 روزانه میلیارد. 1 میلیارد. ماهانه میشه 30 میلیارد. آره ماشین حسابم نیست چند آره بزنه. واقعا. آره خیلی رقم بالاست. روزانه 1 میلیارد، ماهانه 30 میلیارد، سالانه میشه 365 میلیارد. خیلیه اصلا ولش کن. بگذاریم. من دیگه حرفی ندارم. فکتامون تموم شد. کلا 9 تا دونه فکت بود که گفتم. فکتای دیگه هم هست مثلا. آره فکتای آره، علمی، مثلا. فکتای ترسناک که من اصلا جزو اونا نیستم و هیچ وقتم دنبال نمی کنم و کلی فکتای دیگه. من حالا جالباش انتخاب کردم. یه دونه از فکتایی که قبل خیلی شاید یادم مونده، مثلا اگه تو طول عمرت موهاتو نزنی وزن موهات اندازه وزن یه فیلم میشه. خیلی آره. یا میشه مو خیلی بلند میشه. و مثلا یه دونه دیگه هم هست که طول پاهات خب از این که یه چیز دیگه فکر کنم همه میدونن. این همه میدونن. همه میدونن. اینو همه دیگه میدونن. همه میدونن. همه. کف پا رو میگی؟ کف پا اندازه تا آرنج درست. آرنج تا مچه. آره. کف پا نه؟ آره. کف پای هر کسی. آره دیگه اینجا تا اینجا. نه یه نه ثابت شده است. نه خودت جر ندی. کف پای هر کسی از اینجا تا اینجاه. ثابت شده هم. قبول کن دیگه. یه چی میگم قبول کن. مشکل داری. چشم جغد، بینایی جغد 80 برابر چشم انسانه. چشم انسان 124 مگاپیکسل. نه هزار بگو. نه اینو ولش کن. اینو اصلا کات. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ما رو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. بای بای.